عزیز، اینا که خیلی میبینید اینجا طرفخانه عبودادار سمرقند سیتی واقع در شهر مسکو کوچه رگل ساختاوا نزدیکی مترو پروژه دیچه 2 متر در همین طرفخانه توی معرکه محفل‌های فرهنگی خویش را گذراند. اینا به همه شرایط برای شما آماده است. برای 150 تا 250 نفر برای بانکت کرسی عروس داماد هر یک محفلی که دارید میتونید در همین جای محفل‌های ادامه خود را گذرانید. همه چیز در اینجا تاجیکانه از خوراک‌های ملی تا اروپایی و آسیایی و در اینجا برای حافظون شکر شده است. در همینجا صنعتکاران در خدمت شما هستند. می‌تونم اون از بهترین صنعتکارایی که از تاجیکستان پیش از پاندمی بود و حالا هم تشریف می‌آورند. اساساً کنسرت‌های خود در همین طرفخانه عبودادار می‌گذرانند. اگر شما محفل دارید هم خود رو بیگانه نکنید هم جای رو زیرا در اینجا همه چیز تاجیکانه است. از خوراک تو مهمانداری رو کشاورزان همه تاجیک‌اند. نگفتن همون است که در این آشیانه دیوم سمرقند سیتی است. باز در یکم آشیانه است این قهوه‌خانه جایگیر است که در اونجا علاقه شب و روز مهمانان حضور دارند. اینجا جایی که مردم کمی آزادی را میخواهند. میخواهید این جای یک معرکه یک محفلی دوستان داشته باشید. نزدیک همه شرایط برای شما آماده است. سراغا در مترو پروژه دیچه و مترو ریمسکی هم نزدیک است. از مترو میبرید 100 متر. اگر با ماشین آمده میشوید کوچه رگل ساختاوا خانه یک دومین در نویگاتور شما رو به نزد در همین طرفخانه میبرد. مورودی 6 نوامبر یک توی تاجیکانه برگزار میگردد. از همون توی برای شما یک اطیل آزاد تشکیل میکنید. شما میبینید که خیلی مردم در همینجا محفل‌های خویش را با خرسندی میگذرانند. با دقتتان تشکر.